دانشگاه دولتی دنغره و دانشگاه طبی خطلان از مؤسسه‌های تعلیمی تازه تأسیسند. هر دو در ناحیه دنغره جای گیرند. با وجود تازه تأسیسی شماره دانشجویانشان سال از سال زیادتر می شود، زیرا هیئت آنها در بیرون از کشور نیز تبلیغات می برند و حالا 230 دانشجوی خارجی در این دو دانشگاه تحصیل دارند. در دانشگاه 220 نفر دانشجوی شهروندان خارجی تحصیل میکنند. از همین تعداد یک نفرشون از فدراسیون روسیه میباشند، 6 نفرشون از جمهوری ترکمنستان و 213 نفرشون باشند دانشجویان از کشور همسایه جمهوری ازبکستان در شکل هم روزانه و هم غایبانه تحصیل میکنند. نمایندگان دانشگاه دولتی دنغره برای تبلیغ به ازبکستان رفته بودند. در دانشگاه طبی خطلان آموزگاران اول زبان انگلیسی آموختند. رهبران دانشگاه میگویند تلاش دارند آموزگارانشان زبانهای خارجی را دانند. حالا طبق شرطنامه حکومتی دانشجویان به اینجا از هندوستان و کشورهای عرب شامل میشوند. علاقه شرطنامه را برای بیش از 100 نفر از جمهوری‌های ممالک عرب و دولت هندوستان که در دایره سازشنامه‌های همکاری حکومت جمهوری تاجیکستان با این دولت‌ها است به امضا رساندیم. تا سال تحصیل 2025 دانشگاه طبی خطلان 10 دانشجوی خارجی داشت. اکنون طبق نقشه باید 100 خارجی دیگر به اینجا برای تحصیل آیند. رهبران هر دو دانشگاه میگویند که تمام شرایط برای قبول دانشجویان خارجی را دارند. دانشگاه دنغره سال 2012 در زمینه دانشگاه کشاورزی تاجیکستان تأسیس یافت. دانشگاه طبی خطلان سال 2016 باز شد، اما تاکنون کارهای ساختمانی در این دو دانشگاه دوام دارد. 25 اکتبر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 2 بینای نوی دانشگاه طبی خطلان را باز کرد. ساختمان یک بینای علاوه‌ای در دانشگاه دولتی دنغره نیز آغاز یافت. حالا ولایت خطلان به صورت عموم 5 دانشگاه دارد. 2 دانشگاه در کلاب، 2 دانشگاه در دنغره و 1 دانشگاه در باختر. اما دانشگاه‌های در کلاب بوده حالا دانشجویان خارجی ندارند. رهبران این دانشگاه‌ها گفتند در آینده برنامه قبولی دانشجویان خارجی را راه اندازی خواهند کرد.